سلام، من سینا پیرانی ام و ویدیو هم که تایتلش مشخصه فرانت اند رودمپه و قرار راجع به رودمپ فرانت اند حرف بزنیم که چجوری فرانت اند دیولپر بشیم و یه سری کورس ها هم بهتون معرفی کردم که دیگه دنبال کورس نگردید. آخرین ویدیویی باشه که راجع به رودمپ ببینید، دیگه نبینم ویدیو ببینید این حرفا. اما به این معنی نیست که این ویدیو کامل ترین ویدیو مثلا یوتیوب راجع به رودمپ فرانت انده، بلکه رودمپ چیز خاصی نیست. خب من دارم بهتون رودمپ میدم، میگم فرانت اند چیه، چه بخشایی داره، چیا رو باید بگیری، چه کورسایی باید ببینی و همین. و رودمپ چیز عجیبی نیست. اگر که شروع نکردی یا به یه جای اوکی نرسیدی، احتمالا مشکل از جاهای دیگه است که حالا بیشتر توضیح میدم راجبش. مثلا ممکنه به این فکر کنی که آقا جلوتر بری یه سری چیزا ببینی، بگی این تو رودمپ من نبود، نکنه رودمپ هم اشتباه بود و غیره، یا همش میگردی دنبال یه رودمپ بهتر. اما بهت میگم این دیگه کامل ترین رودمپیه که میتونی به عنوان رودمپ ببینی. یه مسیر کلیه، تو یه مسیر کلی رو میگذری میرسی به یه جا، این چند شاخه میشه، اونا هم یه مسیر دارن که اونا رو هم بهت میگن. چیز عجیب غریبی نیست. اما ممکنه جلوتر به یه سری مسیرهای فرعی یه سری چیزای عجیب غریب بر بخوری که بگی خدایا این چیه، چرا توی رودمپ هم نبود. بعد قصه بخوری که آقا رودمپ هم نکنه کامل نبودی، بعد دوباره برگردی مثلا دو سه تا ویدیو دیدی بعد دوباره برگردی به رودمپ. این کارو نکن، این ویدیو رو ببین دیگه، ببندش. من سریع شروع می‌کنم و تموم شد. سه تا نیازمندی داری واسه اینکه فرانت اند دیولپر بشی. اولیش مغزه. خب احتمالاً مغز داری، ولی خب معمولا میگن که برنامه‌نویس‌ها مثلا باید آدم باهوشی باشن یا اینکه ریاضیات قوی بدونن، ریاضیشو قوی باشه، باهوش باشن و این داستانا. که سعی میکنم در ادامه، من میخوام یه دونه ویدیو یا یه مقاله داخل تلگرامم بنویسم یا یه ویدیو بگیرم بذارم یوتیوب راجع به اینکه آقا برنامه‌نویسی سطوح متفاوت داره و حوزه‌های متفاوت. شما فرانت اند کاری، بک اند کاره، یکی میره هوش مصنوعی، مثلا هوش مصنوعی نیازمند ریاضیاته، و از اون طرف یه فرانت اند دیولپر با اون یکی فرانت اند دیولپر مساوی نیست. خب عمق‌ها متفاوته. شما میای ریاکت یاد میگیری، یه نفر هست که ریاکت رو میسازه. خب این متفاوته. ولی به عنوان یه فرانت اند دیولپر، یعنی تو این مرحله اولیه که قراره بری به فرانت اند دیولپر بشی و از اونها که مثلا میان توی شرکتی استخدام میشن و پول میگیرن، این داستانا احتمالاً هدفتون این باشه. شما نیازمند هوش آنچنانی نیستید. همین که مغزتون اونقدر کار میکنه که ویدیو رو ببینید، شوخی میکنم، کافی کفایت میکنه. اینو دارید. میرسیم بعدی، علاقه، که به نظر من این دیگه بسیار خودتون داره. از این ایموجی نمد گذاشتم، من نمد، شما خودتون مد که علاقه دارید یا نه، و اون رو باید در خودتون سرچ بکنید. چرا علاقه مهمه؟ چون که برنامه‌نویسی اینطوریه که یه چیزی یاد میگیری، پس فردا دیگه اون چیز نیست، یا یه چیزی جدیدتر میاد با بری یاد بگیری، یا کلی چیزای فرعی بهت وجود دارن که گفتم ربطی به رودمپ نداره، بر اساس نیازت بهت میگم چه جوری. بعدا اونها رو انتخاب میکنی، یا اون شرکتی که داری میری بهت میگه فلان چیز یاد بگیر. اوکی، بنابراین هی باید یاد بگیری، هی باید آپدیت باشی، هی باید جنبش زیاد باشه، در نتیجه علاقه زیادی رو میطلبه. من نمد، ولی شما باید مد که میتونید، علاقه دارید یا نه. بعدی هم یه سیستمه که سیستم خاصی نیاز نداره، مینیمم دیگه 4 گیگ داشته باشید رم، و اگر هم هاردتون HDD SSDش کنید، که اگر هم نمیدونید SSD چیه که میتونید سرچ بکنید SSD چیست و بگیرید. آنچه هزینه عجیب غریبی نداره. گرافیک و اینا هم زیاد مهم نیست در شروع راه. گرافیک اصلا کلا زیاد مهم نیست، من اینکه بخواید سه‌بعدی اینا کار کنید حالا هیچی. ولی الان سه‌بعدی گفتم ندید تو فاز این که حالا سه‌بعدی رودمپ چیه، بمون همینجا. اینا که گفتم یاد میگیری، بعد سه‌بعدی هم بعد از اینا میری سراغش. و این آره، فقط در طول زمان رم تو افزایش بده و سی پی یو تو، و خب هاردت هم که میدونی چجوری باید افزایش بدی بر اساس حجمی که داری. ولی سی پی یو رم مهمه که در مرور سعی بکن افزایش بشه، ولی در مرحله اول نیازی بهش نداری. من فرانت اند رو به دو بخش تقسیم میکنم، یو آی و اینتراکشن، که خب چیز خاصی نیست. فرانت اند کلیتش من جلوتر توضیح میدم. یه عکس اینجا داشتم، آره نکن، این ویکی‌پدیا. خب ویکی‌پدیا سمت چپ اون ویکی‌پدیایی که میبینید، سمت راست اون ویکی‌پدیاییه که نمیبینید. خب این یه سری استایل اولیه داره. خب
و بعد بوم مثلا این استایل سمت چپیه اون چیزی که با فرانت اند دیولپ، چیزی که ما بهش میگیم فرانت دیولپمنت، اینو به وجود آورد. خب در واقع تمام این دکمه شکلشونی که چجوری باشن، اون عکس چجوری وایسه، این لینک ها چجوری وایسن، تو چه پوزیشنی وایسن، اون عکس ها چجوری اون بغل هم وایسن، این تکست ها چجوری بغلشون وایسن، اون تکست بره پایینی آبی باشه، پایینیش مثلا مشکی باشه و غیره. اینا چیزایی که توی فرانت اند انجام میشه. و اینکه شما اون موقعی که یه چیزی سرچ میکنید تو اون اینپوت سرچ ویکی‌پدیا یا حالا گوگل یا هر جایی، اون دکمه رو میزنی میره به سرور درخواست میده که آقا فلان دیتا رو بهم بده، سرور بهش میده، به شما نمایش میده. در واقع اون چیزی که شما میبینید بخش از فرانت دیولپمنت و اون بخشی که اون لاجیکی که میره دیتا رو از سرور میگیره میاد، یا یه سه چیز دیگه که بهتون میگم الان جلوتر. در نتیجه اینا جزء یو آی، یعنی ظاهر جزء یو آی، ولی اینکه شما این دکمه رو میزنید یه دیتایی گرفته میشه بهتون نمایش داده میشه، یا مثلا این دکمه پایینی رو میزنید این کلاپس باز میشه و اینا جزء اینتراکشن هاست. یا مثلا یه دکمه رو میزنید این لودینگ داره و این داستانا، اینا جزء اینتراکشن ها هستن. چیز خاصی نیست، اصلا مهمم نیست. یه سری بیسیک وجود داره توی فرانت اند که شما هر مسیری رو بری با این بیسیک رو بدونی. HTML CSS JavaScript تموم شد رفت. یعنی شما بخوای فرانت دیولپر بشی از هر مسیری و هر ویدیویی 10 تا ویدیو دیگه هم ببینی همینا و چیز دیگه غیر اینا نیست. بیس فرانت اند همیناست و هیچ جایگزینی نداره. یعنی HTML CSS JavaScript شما حتما باید بلد بشی واسه اینکه فرانت دیولپر بشی حداقل همین الان. و همین حالا بهتون میگم CSS JavaScript چیه. این اسکلت رو می‌بینی سمت چپ اولیه، چپ من و چپ شما هم که یکیه. این اسکلت HTML چیزی که با HTML میزنیم. جلوتر نکن، سمت راست، عکس سمت راست ویکی‌پدیا رو ببین. یه سری عکس، یه سری متن آبیه، اون عکس اون ور خیلی در پیت و داغون. این چیزیه که شما با HTML میزنید. دقیقاً شبیه این اسکلته. یعنی شما میگی یه عکس باشه، یه تکست باشه، دیگه بعد دیزاینش مهم نیست. خودش یه دیزاین اولیه‌ای داره، یعنی HTML، که بهش میگه آقا یه تکست برام بذار، یه اینپوت برام بذار، یه دکمه برام بذار. یه دیزاین اولیه چرتی داره که خودش اونجا میذاره، تو دیگه توش دستی نداری و این اسکلت ما رو میسازه. یعنی اینکه ما میگیم این عکس اینجا باشه و فلان اینا، این اسکلت ما رو میسازه. بعد این مرد وسطیه رو میبینیم، مرد وسطیه تیپ خوش تیپ لباس داره و غیر و پوست داره و گوش داره و اینا، این میشه CSS. یعنی با CSS شما عکس سمت راستی رو تبدیل به سمت چپی میکنی. میگی که خب اوکی من الان عکس، یه سری متن دارم، عکس دارم و غیره، بیا اینا رو هم این شکلی در بیار، اون متن بره اون ور، این آبیشه، اون زرد شه، اون قرمز شه و غیره. این میشه CSS مون. و جاوا اسکریپت هم گفتم اون منطقی هستش که پشت اینه که من این دکمه رو میزنم میره دیتا رو از سرور میگیره میاره، یا اینکه من الان یه دکمه رو بزنم این بغلش تبدیل به لودینگ شه، یا بگم اگه کاربر فلان دکمه رو زد تو یه دونه دراپ داون از اینور بیار اینور. و اینا چیزای جاوا اسکریپتیه که جلوتر خودتون میرید یاد میگیرید متوجهش میشید. برای این بیسیک فرانت اند. حالا این چند تا چیزم ساس و تیلویند و لس چیزاییه که میاد به CSS قدرت‌های بیشتری میده که حالا شما جلوتر رفتی میری سراغ این که اینا رو یاد بگیری. صرفا اینا گذاشتم که بدونی این جزء اون ابزاراست که ممکنه بعداً چشت بهش بخوره، بگی وای این چرا تو رودمپ هم نبود، نکنه اشتباه اومدم اینا. نه عزیزم، اشتباه نرفتی. صرفا این سری چیزای ادیشناله که سعی می‌کنی یاد بگیری که توی رودمپ هم حالا اون کورسی که برات گذاشتم بخشی از اینا رو پوشش میده، اما اصلا مهم نیست. رودمپ رو گم نکن. رودمپ تو HTML CSS JavaScript تا الان و بعد میرسی به این مرحله. یعنی HTML CSS JavaScript رو یاد گرفتی، میرسی به مرحله‌ای که با بین ریاکت، ویو و انگولار یه دونه رو انتخاب بکنی که من انگولار رو کلا میذارم کنار، چون که انگولار یا انگولار ویژگی فنی خیلی خوب داره، علاوه فنی بسیار غنی و قویه، اما بازار کار خوبی نداره. یعنی بازار کارش تو ایران و خارج از کشور نسبت به اون دوتا ضعیف‌تره و از اون طرف ریاکت بازار کار خیلی بهتری نسبت به این دوتا داره. انگولار رو کلا میذاریم کنار، صرفا آوردم که بعد چشتون خورد نگید تو رودمپ نبود. انگولار رو کلا میذارم کنار، باش کار ندارم، میمونه ویو ریاکت. و ریاکت به نظر من بازار کار بهتری داره، باحال‌تره و ویو هم خیلی خوبه، هم لحاظ پرفورمنسی هم لحاظ سادگی، ولی ریاکت بازار کارش بهتر. و بعد از اینها شما اگر یعنی شما HTML CSS JavaScript یاد میگیری، بعد میری ریاکت یا ویو. اگر ریاکت یاد گرفتی میری سراغ نکست، یه چیزی بعدن جلوتر، حالا من اینجا دیگه نیاوردمش،
و تو کانال تلگرام هم میذارم. میری نکست، چیز عجیب غریبی نیست که کورسمونم معرفی کردم. یا میری سراغ ویو، یکی از اینا، یا ریاکت، میری سراغ ویو رو که یاد گرفتی میری سراغ نکست. من تمام دورهایی که نیاز داری واسه این رودمپ رو توی کانال تلگرام گذاشتم، چون اینجا نمیشه به یه سری دلایل گذاشت. و شما میری اینکه چجوری میتونید دوره‌ها دسترسی پیدا بکنید. دوره‌ها خارجیه، انگلیسی زبانه ولی زیرنویس فارسی واسش جنریت شده. شما میتونی بری ببینی راحت ایزی و ازشون استفاده بکنی و بعضا خیلی بهتر از دوره‌های ایرانیه، چون معمولا اونها هم کپی از دوره‌های خارجی. همینطوری اینم اینجا با OBS گرفتم ویدیو رو و یه پلاگین که با هوش مصنوعی پشتمو حذف میکنه. اگه اینجوری کنم فکر کنم اینجوری سفیدیه. ببینید پشتم اصلا پرده سبز نیست و همینا دیگه. امیدوارم این اولین ویدیویی بود که توش واقعا ظاهر داشتم، یعنی باز اومدم جلوی دوربین و امیدوارم که ادامه دار باشه. و من لینک کانال تلگرام پایین میذارم براتون توی کپشن یوتیوب، ولی کپشن نمیدونم کپشنش میگن چی، میذارم اونجا. بیایید من اونجا تکستاشو گذاشتم. خداحافظ.